روز بخیر دوستانی عزیز، امیدوارم که همتون صحت و سلامت هستید. شکرانه خدا ما هم سازیم خوبیم و در اینجا ما چخلی که معلومه کسی که در ناحیه یمی ولایت خطالان زندگی میکنه نمی دریای وخش میدونه. همی خیلی ما طرف قرغان، شهر قرغان تپه رفتیم برای کمتر کار دارم. چخلی که گفتم ای همه شما منت دارم که خیلی دعایی کردید، خیلی کپای خوب نوشتید. چخلی گفتم مادرم بیماره و با جای مادرم میرم کمتر کار داشته رفته کارشه با اتمام میرسانم و میام دوستانی عزیز. و در اینجا خواستم کم کم همین راهایی که بسیاری شما گفتید که ما ای قرغان تپه ما همینجا خواستم که شما باوری دارم که خیلی یاد کردگید همین چیوره همین شهر همین کوچه ها را برای ما کمتر ای هر جا ویدیو کردم. همین خیلی بهر شما دوستانی عزیزم رحمت که با ما هستید، ما رو دستگیری میکنید، در کامنتاری گپای خوب می نویسید. از هر یک تد میندار میشم که اگر ویدیوی ما رو پدیلیت سکنید دوستانی عزیز. من خیلی کم کم میریم یک طرف شهر قرغان تپه. در اینجا چی رفته است راه در ریموند رفته است، راه را ریموند کرده استیان. نمی تربزو نمی قریب در آمدگاهی همو شهر قرغان تپه در رسیدیم. چخلی که به همه معلومه قرغان تپه را نامش باختر کرده گیم. نمی خیلی در آمدیم قریب استاستک میریم در شهر قرغان تپه را ما به نهایت دوست میدارم. بسیار در قرغان تپه بودم، به نهایت دوست میدارم. حالی نشان میتیم که ما 1 سال در کدام طرف زندگی کرده بودیم. اینجا یک چی بود؟ چی میگن؟ نامش نویستگی بود نیست دوستانی عزیز. الک اینا قریب وокзал در رسیدم. چخلی که گفتم در راه ریموند رفتستای نمی خیلی طرفی چی رسیدیم قریب در ترمینال در автовокзал. نمی خیلی دوستان عزیز از هر یک شما منت دارم و بهر شما ما همین کوشش و زحمت میکشم که کمی هم باشد شما رو طبع شما رو بالیده گرداند، خرسند شوید از دیدن همین منظرهای زیبای وطن. و ایجاد یک گویم یک پاساژیر فرو آمده این ماشین و این اینجا پارک فردوسی. چخلی که در اونجا پارک فردوسی انا اینجا در ما زندگی کرده بودیم کریوایده و اینجا نمی قلعه خیلی گرم بود. هوا سحر بود، ساعت 8 نشده بود ما رفتم دیدیم هوا به نهایت گرمه. و اینجا نمی پارک детский парк بگیم پارک کودکانه نسبت شهر دوشنبه. در همین پارک همو کودکانه بسیار ترک همین کاروسلو همین چوی دلخوشی کودکان بسیار ترک در شهر قرغان تپه. و ما اینجا آمده بودم برای خواهرم قطعی دادرم در زگران پاسپورت گرفته استیم و یارو آمدم گرفتم کاغذاش بود. و در اینجا کودکا بسیار بودن. اینجا детский сад بوده. این ویدیو کردم که خانم آمدین پاسپورت نیستولی همو زگرانه دیگه برده بودین پیشی военный نمی چی دوستان عزیز. چخلی که گفته بودم خانمون نشان میتیم دروناشه نه خونه این طرف انگمون یک روی پوشک گفته اینجا خیلی جاگوی اوچمشون تخت دیگه تختی اوچم تختی عروسیش این خواهرم تخت دیگه ده اینم خیلی اینجا اینه اوینه اینجا سانیاشم بیاین اینجا فقط اینمی خانه در اومده میشینه برای چی که اینجا شما کنک داره او خانه ایسونه همینجا میشینم بازی کده قطی خواهرام اینجا باشو فریزه قطی تقایش بازی چی بازی که سادی چوجا سلام نمیگی
اینجا اینجا یک تریزک داره ایش برای توریکنک نیم خیلی بازی کسا بودن یا او خانمون باشه اینجاش اینه رنگی کرش نیوی بگیم این خیلی ابوی زدگی هن بچهش قطع قالینش خیلی کبود این خانمون باشه سوزک گفته خانی سوزک مون اینجا را نمی این آینه اوچمای اینه شکنندگی هن شکنندگی هن اینه شفنری موای نیکه من نمیبریم میره اوچمای قبو برد میگه جور تنک دیسته نیکه من نمیبریم او نوای مایم دادرونش نیم خیلی این خانمون سوزه که چوش پرداش قطعی دیوالاش ایجاشته ابای دو خانه بود با کریدور دو خانه کدنشه اینه خیلی دوستانی عزیز چه خیلی که گفتیم این خانمون سوزه گوش کریچ نیمه آزی رفته این یک تریزه داره نبا فریزه در آب بیرون برامده خانمون هم آزی نشان میتون چه خیلی نیست اینجا تای پدول بانکای اوچان محکم کدگی اوچان بسیار اکرام میکنه بودرینگ نه چه خیلی گفتم من رنگ اوچان بودرینگ محکم میکنه خیلی جا دیوانه اوچان دیوانش همجا مونده که با دیابت کدن جوزی اینجا بیت 6 تا بیت کده بودیم خیلی اوش پدولی درون اوش ساز که دیگه نیسته اووی یا ای چی ای وده پیروات اووی قینه ایجا کم کم نمخلی این خانمون باشه دوستانی عزیز هم فقط از stol داریم در خونه در هر خونه نه تلویزیون مون کاندیشنر داره اینجا کاندیشنر اینه که ساعت 12 شب کار میکنه قوتا نمیرسه اینجا ویران تکای با شمالکنک تاجیکسکی stol اینجا همومای اینجا ایش باشه اینه خونه دیوان یکم پرده هاش اینجا با ایش ابای داره خونه همین ابای ها رو صالح چسبندگه او سال در رمضان شفنیر آینش کدی اینجا اونجا قک جاگه خوابی اینجا باید stol دیگه هم خیلی دوستان عزیز من خیلی خانوی اوچم خانوی پدر جانم اینجا دم شمالکنک همه شمالکنک دارن همه خانه خیلی گرمه سراونا برای وای نه این خانمون وای سویتی و خونه کم ترک توریکه دوستانی عزیز نمیخیل با اینجا طرف از همتون میندارم که خیلی در حق مادر جانی من دعا کردید حتما که دعاگو باشید انشالله که کم ترک ساز شده کم ترک دیگه ساز شده الهیم خدا شفاشه بتیه ساز بشه تا اید گردکه تا ایده قربانی داریم در اینجا باشه ویدیو رو به پایان میرسونم تا ویدیو آینده در پناه خدا باشید خدا نگهدار هر یکی ما و شما باشد خیر دوستان عزیز